موافقم که اگه به خدا ایمان داشته باشی امید پیدا میشه، مشکلات دور میشن، جسارت و شجاعتت زیاد میشه. ولی من یه سوال دارم، به کدوم خدا باید ایمان داشته باشم؟ شما میگین فقط یه خدا داری، من میگم نه، 2 خدا داریم. یکیش کسیه که همه ما رو آفریده و یکیش همونیه که شماها آفریدی. ما در مورد اونی که ما رو آفریده هیچی نمیدونیم، ولی میدونیم خدایی که امثال تو آفریدنش دقیقا عین خودتونه. یه دروغگوه، یه مکاره، قولای الکی میده، پولدارا رو زودتر ملاقات میکنه، فقیرا رو میفرسته ته صف، وقتی ستایشش میکنیم خوشحال میشه، دم به دقیقه بنده هاشو تهدید میکنه. شماره درست من خیلی ساده است، خداوندی که همه ما رو آفریده، به اون ایمان داشته باش. و خدایی که امثال تو رو آفریده قلابیه، باید نابودش کرد. عالی بود. आप हमारे भगवान को हाथ حرف میزنی بعد فکر میکنی من ساکت میشینم؟ پسر جان، ما بلدیم از خدای خودمون محافظت کنیم. تو میتونی از خدا محافظت کنی؟ تو؟ این سیاره کلش انقدره، 1000 تا سیاره مثل این توی کهکشان هست. بعد تو نشستی توی خیابون کوچیک، توی شهر کوچیک، توی این سیاره کوچیک و ادعا میکنی از خدات محافظت میکنی، از اونی که تمام این دنیا رو آفریده. اون به حفاظت تو نیازی نداره، اون میتونه از خودش مراقبت کنه. امروز یه